توی کمتر از 10 دقیقه میخوایم یه تمرین خفن و موثر برای عضلات سینه داشته باشیم. میریم سراغ گرم کردن، جامپینگ جک یا حرکت پروانه، 25 تا به بغل و بعدش 25 تا به جلو. میخوایم جریان خون رو توی عضلات راه بندازیم و بدن رو آماده تمرین کنیم. به مگسایی توی تصویرم خیلی دقت نکنین، اونا همیشه مهمون منن. خب میریم 25 تا به جلو، دستا رو خوب بکشین بالا، پاها رو خوب بکشین عقب. ماشاءالله. بعدی میریم حرکت واکاوت، 10 تا میخوایم واکاوت بریم. از حالت ایستاده میایم پایین، با دستا قدم‌های کوچیک برمی‌داریم، میریم جلو تا حالت شنا. بعد کم کم باز همون رو برمیگردیم میایم بالا. گرم کردن مناسب و اصولی باعث میشه هم بدن آماده تر بشه برای تمرین، عملکرد اون توی تمرین بهتر بشه چون خون رسانی بهتر میشه، و هم از آسیب جلوگیری میکنه، تاندون‌ها رو گرم میکنه، مفاصل رو گرم میکنه. با این تمرین داریم مفصل شونه رو گرم میکنیم، یه مقدار باز جریان خون بیشتر میشه توی بدن. مفصل شونه مفصلیه که اگه خوب گرمش نکنین موقع پرس سینه یا شنا زدن ممکنه شونتون آسیب ببینه. به به ماشاءالله. وقتی میایین جلو سعی کنین بدن صاف باشه، خیلی به سمت بالا یا به سمت پایین کمرتون گرد نباشه. 30 ثانیه استراحت میکنیم. گرم کردنمون تموم شد، میریم سراغ تمرین اول. تمرین اولمون همون حرکت شناست، منتها با یه تغییر جزئی، دفیسیت پوشاپ. از یه سطح بالاتر میخوایم شنا بریم. حتی یه آجر میتونین بذارین، هر چیز دیگه ای، دمبل میتونین زیر دستتون بذارین، هر سطحی که یه مقدار دو طرف دستتون رو بیاره بالا. 15 تا شنا میخوایم انجام بدیم. زاویه دستا با بدن حدوداً 45 درجه است، بدن سفت و صافه. عضلات شکم رو رها نمی‌کنیم، اکتیو نگه می‌داریم. بعد از اینکه 15 تا رو زدین 15 ثانیه استراحت، بعد میریم سراغ ست بعدی. اگه 15 تا نتونستین برین احیانا یا خیلی بیشتر تونستین برین، همون تعدادی که میتونین رو برین، یعنی تا ناتوانی انجام بدین. این 15 تا رو من دیگه تقریبی گفتم. ست دوم میریم 15 تا شنای دفیسیت دیگه. نکته‌ای که داره اینه که زیر دستامون رو آوردیم بالا که کشش بیشتر بشه، بیشتر از اون سطحی که زیر دستتونه بیایم پایین. به به ماشاءالله. استراحت، 15 ثانیه استراحت. بعدش میریم برای ست سوم. خب میریم ست سوم، 15 تا شنای دفیسیت. این ست دیگه یکم سخت میشه، به خصوص که استراحتمون هم کمه. منتها این استراحت کم باعث میشه توی کمترین زمان بهترین نتیجه رو بگیریم و اون فشاری که باید روی عضلاتمون بیاد. خب ست سوم تموم شد. آیتم اول تموم شد، میریم سراغ آیتم دوم. آیتم دوم شنای اینکلاین یا اینکلاین پوشاپ برای عضلات زیر سینه است. یه سطح بالاتر میخوایم بذاریم زیر دستمون، حالا یه صندلی میتونه باشه، یه پله باشه یا هر چیزی که یه سطح بالاتر ایجاد کنه. منتها استانداردش اینه که حدوداً تا جای زانوتون یا بالاتر بیاد. برای عضلات زیر سینه است. اگه دقت کنین حالا بعد از این که انجام بدم مثل پرس زیر سینه است زاویه‌ای که انجام میدیم. خب میریم 10 تا، این دفعه مقدار خسته تر شدیم، 10 تا تکرار، 3 ست. زاویه دستا همونجوری 45 درجه است حدوداً و بدن صافه، نمیذاریم بدن بیفته پایین یا خیلی به سمت بالا مثلا قوس داشته باشه. 15 ثانیه استراحت، بعدش میریم سراغ ست دوم. ست دوم 10 تکرار اینکلاین پوشاپ.
باز میگم اگه تعدادش براتون کمه یا زیاده، هر تعدادی که تونستین تا ناتوانی انجام بدین. ولی بین 3 تا 15 ثانیه استراحت. 15 ثانیه استراحت، بعد میریم برای ست سوم. ست آخر این آیتم هست. بریم برای ست سوم، 10 تکرار. دیگه کم کم این ست سوم یه مقدار نفس آدمو در میاره. این آیتم هم تموم شد. یه 30 ثانیه استراحت میکنیم، بعد میریم برای آیتم سوم که شنای دیکلاین هست. برعکس اینه، این دستامون روی سطح بالا بود، پاهامون روی زمین، اون دستامون روی زمینه، پاهامون روی سطح بالا. و اون اگه گفتیم برای کجاست؟ قبلی برعکس این بود، برای زیر سینه بود، این برای آفرین بالا سینه است. خب میریم برای ست 1 از 3. اینو میخوایم 8 تکرار انجام بدیم. این از همش سخت‌تره، آخرم گذاشتم. 8 تکرار کافیه. باز میگم اگه براتون خیلی کمه یا زیاده تا ناتوانی انجام بدین. ست اول تموم شد، 15 ثانیه استراحت. بعدش میریم برای ست دوم، 8 تکرار شنای دیکلاین. یه تا الان حسابی باید عضلات سینه‌تون دم کرده باشه. خب میریم برای ست دوم. بدن صافه، سینه‌مون رو میرسونیم به زمین حتی الامکان. 8 تکرار. ماشاءالله، دووم بیارین. ست دوم تموم شد. آخرین ست از آخرین آیتم، 15 ثانیه استراحت. بعد میریم برای ست آخر، 8 تکرار دیکلاین پوشاپ. دووم بیارین که دیگه آخریشه. 1 2 3 4 5 6 7 8. ماشاءالله، اینجا دیگه خودم هم جر خوردم. خسته نباشین، دمتون گرم، حسابی عضلات سینه‌تون دم کرده. برین عشق کنین، این ویدیو رو سیو کنید که دوباره بتونید بهش رجوع کنید. و اگه براتون مفید بود ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید. هر جور حمایتی به من انگیزه میده که بیشتر ویدیو بذارم.